نام خدا، یاریگر هم باشیم. این قسمت ماده مخدر کمیکال. سلام دوستان، آیا میدونید ماده مخدر کمیکال چیست؟ کمیکال از انواع مخدر روانگردانه و اونو به نام ماریجوانای صنعتی نیز میشناسن، اما فرق اون در اینه که نوع طبیعی اون از گیاه شاهدانه به دست میاد و خاصیت روانگردانی داره، اما نمونه صنعتی اون به تبع مضرات بیشتری برای مصرف کننده به همراه داره. در ترکیبات کمیکال ماده‌ای به نام سالویا وجود داره که جزء قوی ترین داروهای روانگردانه. بسیاری به اشتباه فکر میکنند که این ماده عوارضی نداره، اما مصرف یکبار ماده مخدر کمیکال مانند مواد مخدر دیگه صنعتی موجب وابستگی و اعتیاد به اون میشه و در دراز مدت خطر مرگ در اثر مصرف اون زیاده. عوارض مصرف کمیکال در کوتاه مدت شامل سرگیجه، حالت تهوع، توهم دیداری و شنیداری، سفر در مکان و زمان، احساس سرخوشی، خنده‌های زیاد، زندگی را آرام‌تر دیدن، شل شدن اعضای بدن، خواب‌های کوتاه و بریده، عدم تعادل در صحبت و رفتار فیزیکی، صحبت‌های نابجا و افزایش فشار خونه. عوارض مصرف کمیکال در بلند مدت شامل کاهش قدرت حافظه، اختلال در به خاطر آوردن خاطرات و وقایع، کاهش قدرت عکس‌العمل افراد، اختلالات روانی، انزوا و عدم مسئولیت پذیریه. یاریگر هم باشیم.